دوستای نازنین سلام خدمت شما نازنینان. امیدی که جور و صحت و سرفراز باشید. در هر جای از این کره خاکی هستید لباس صحت و تندرستی و عافیت در بر داشته باشید. نازنینای دل، امروز میخوام از اول نگفته نماند که دوستای نازنین چینل قاسمی را لایک و سابسکرایب یادتان نره، بنده را حمایت کنین که بعد از این بتونم ویدیوهای مورد علاقه شما را در تصویر بکشیم و از ویدیوهای بنده لذت ببریم. دیگه امروز از شهر زیبای فنلند و پایتخت فنلند شهر هلسینکی به تصویر میکشیم که شما نازنینا بیننده باشید و بتونید لذت ببرید و شهر زیبای کشور فنلند. دیگه اینم که شهر زیبای کشور فنلند، اینجام دیگه پایتختش است. ما امروز در پایتخت کشور فنلند هستیم و داریم میریم سمت کشتی که خانم میخوای بره سمت سویدن. یک مسافرت کوچیک کوتاه مدتی در نظر گرفتن تا برن، زود برمیگردن انشاءالله. دیگه دوستان نازنین، ما چون این اولین ویدیوی ماست که قراره به تصویر بکشیم از شهر هلسینکی کشور زیبای فنلند و به حمایت شما عزیزان نیاز داریم، نیازمندیم. ما را از حمایتتان بهره مند کنید و اینم که دیگه خودتان میبینیم ما الان به تصویر میکشیم دیگه خیابان ها را تا برسیم به ترمینال کشتی که از ترمینال کشتی میره از پایتخت فنلند شهر هلسینکی میره به استکهلم. البته تو وسط راه یک جزیره هست به نام ویرو، وسط دریا هست. یک جزیره کوچیک است، اون یک کشور سیوا هست که قرار گرفته در وسط کشور فنلند و کشور سویدن. دیگه اونم البته جمعیتش هم بیشتر از 3-4 هزار نفر نیست، اونا یک کشور سیوا هست. دیگه کشتی میره یک استوبی در کشور ویرو میکنه، بعد از اونجا میره به سمت کشور سویدن، استکهلم پایتخت سویدن و تا اونجا 17-18 ساعت را کشتی تو مسیر دریا هستن. دیگه الان هم میخواستیم اینه به شما شریک بسازیم و الان یواش یواش میریم اینجا که خیابانای پایتخت فنلند هست و داریم میریم سمت کشتی. انشالله کشتیم که 20 دقیقه فکر کنم فاصله دار از اینجا که تا ما برسیم به کشتی و کشتی را از ترمینال کشتی و از خود کشتی به شما عزیزان شریک بسازیم. دیگه ما دارم میریم از اینجا دیگه سمت کشتی انشالله. اینجا هم که دیگه خیابانای پایتخت هست و دوربین هم که زیاد هست. ما نمیتونیم از صورتی که دوربین جاده گذاشته بالاتر بریم و این طرف هم که خط قطار هست، این طرفش هم کارخانه‌ای فولکس واگن، بینز، BMW، آودی، کیا، تویوتا، خیلی شرکت های مختلفی از ماشین هست دیگه نزدیکی در خود پایتخت کشور فنلند. اینم که کشور فنلند دیگه خودتون با تصویر میبینید. خواستم به تصویر بکشیم که شما عزیزان هم اگر تونستین ازش لذت ببرین. و اینم ساختمان هایش هست و جاده هم که دیگه برفان داره، کم کم آب میشه، باز جایا کم کم برف مانده
ولی دیگه در کل تقریبا برفا رو به آب شدن هست. جاده ها که برف نیست، منتها بغل جاده ها یک مقدار برف مانده. عزیزان دل، کشور فنلند یک کشور خیلی یک جمعیت کم داره، 5,500,000 جمعیتش است، ولی یک کشور خیلی باصفا هست و از لحاظ قانون، از لحاظ همه چیز خیلی کشور معتبر است در کل، مثلا از لحاظ پاسپورت و از لحاظ درس و از لحاظ دانشگاه و از همه لحاظا دوم سوم است در دنیا. دیگه از لحاظ نوسازیشی در کشور اروپا به اسم عروس اروپا شناخته میشه کشور فنلند، چون 100 ساله که تازه اینا ساخته شدن و تقریبا 103 سال است، دقیقش بگیم 103 سال است کشور فنلند استقلالش به دست گرفتن از زمان جنگ روسیه. دیگه اینا نوسازی شدن، حتی خیابانایش، جاده هایش، ساختمان هایش و از هر لحاظایش اینا در کل اروپا نوساز است. به این خاطر اینا رو میگن عروسی اروپا. دیگه واقعا هم که خیلی ترتمیز هست، لذت بخش است واقعش، از هر لحاظ خوب حرف ندارن. البته سردی را که دارن، منتها بعد از نروژ سرترین کشور هست دیگه. بعد از نروژ هم که سویدن و نروژ و فنلند تقریبا یک مقدار سویدن گرمتره، نروژ و کشور فنلند مساوی از لحاظ گرما و از لحاظ که تقریبا روز و شبش کشور نروژ و فنلند یکیه، ولی سویدن یک مقدار تفاوت داره. کشور فنلند تابستانش تقریبا 2 ماه الی 2.5 ماه تاریکی نداره، دیگه کلا روز هست، ولی زمستانش بیشتر ساعت 11 یا 10:30 روز باز میشه، ساعت 2:30 تاریک میشه. دیگه اینقدر روز داره. دیگه عزیزان دلنم جادم که 50 هست، چون قانونه دیگه ما فعلا که قانون رو میریم. اینم ساختماناش واقعا خیلی لذت بخشه، ساختماناش هم خیلی ترتمیزه. البته ناگفته نماند از لحاظ ساختمان سازی که عزیزانی که در ساختمان کار کردن یا همه میدونن، از لحاظ ساختمان سازی کشور فنلند درجه 1 هست، از زیربنا و از محکمی و از هر لحاظش. دیگه در کل کشورهای اروپایی یک چیزی هست که یعنی پیش بینی چیز نکده، گرما رو نکده، چون این ساختمانایش کولر نداره. عزیزان ساختمانای کشور فنلند کولر نداره. دیگه اینم قطارش که میاد میره، اینم نزدیکای پایتختشه. واقعا هم که پایتختش خیلی الان هم که زمستانه، باز جاها برفه، ولی دیگه تابستانش واقعا خیلی باصفاست کشور فنلند، بالخصوص پایتختش. اینم ما نزدیکای تقریبا خانه رئیس جمهوری. عزیزان یک چیز دیگه هم برای شما گفتم با شما شریک بسازیم. کشور فنلند خانه رئیس جمهورش 3 طبقه است، آجرنمایه. دیوار حیاتش 1.5 متره، مثل خانه معمولی. دیگه دیوار حیاتش 1.5 متره. شما حساب کنید دیگه. یعنی وقتی دیوار حیات رئیس جمهور 1.5 متر باشه، دیوار حیات رئیس جمهوری ما بیشتر از 100 متر، از 10 متر مثلا دیوار بتونی داره، سیم خرطار داره. اینم یک سرباز جلوی خانهش وایستاده است، همینطوری.
دیگه عزیزان دل ما که آمادم این بر ولی فکر کنم رارم که گم کدم جی پی اس ما راه رو گم کده دیگه باید برگردیم تا راه را پیدا کنیم. راه اشتباه شدی؟ راه را اشتباه رفتیم چون اینجا شلوغ است شهر یک مقدار که یه واسطه فرض کنه راه اشتباه مونیم باید یک 2-3 کیلومتر بوری برگردیم. برای عزیزان دل دیگه اینم که کشور پایتخت کشور فنلند هست دیگه. عزیزان ها گفتن نمانه چینل ما را حمایت کنیم و با حمایت شما عزیزان دل نیازی 100% رو داریم دیگه. چینل ما را لایک و سابسکرایب یادتون نره دیگه عزیزان دل. شاید دیگه خودتان دیگه میبینین در تصویر دیگه هر چی که هست در تصویر دارم میبینین. ما دیگه یک مقدار که صحبت قدنم شما تصویر ببینید دیگه قضاوت هم با شما دیگه. کشور فنلند چجوری زیبایی خاص خود داره واقعا. تقریبا همه خود شهر پایتخت است دیگه. اینجا که به تصویر میبینید خود شهر پایتخت هلسینکی هست. تقریبا 300 متر جلوتر بغل دریا خانه رئیس جمهورش میشه. زیاد هم نیست 300 متر جلوتر بغل دریا خانه رئیس جمهوره. انشالله که بتونم راه خرد دوباره سمت کشتی را پیدا کنم. یک مقدار شلوغه البته پیدا میشه که منتها یک مقدار شلوغه دیگه علاج نداره. بله عزیزان دلینم پول هواییش قطار از رویش میره دیگه. ما هم که از زیر پول هوایی دارم میریم دیگه. باشکی راه چیکار کنیم رویم از کجا بالاخره درست میشه. نه سمت راست. بله اینم که سمت راست. سمت راست هم که نداریم خب باش پیدا میکنم بالاخره. درست شد. یک مقداری مرکی بریم پیدا میشه. باید همه جاده رو بریم جلوتر دیگه. راهارم که بسته اتفاقا راه کلن بسته است. باید اینی جاده رو بریم بالا. این راه که بسته بود خیلیش اشتباه میشه. بسته پیدا میشه بالاخره. ما هم وقت داریم. حالا خوب شد که دوستارم در میان گذاشتیم. اینم که خط ریلی چیز شهریه به اصطلاح قطارهای شهری دیگه. از اینجا ما باید بریم سمت راست باید بریم. نه نه این بر نمیشه. سمت راست میشه. سمت راست باید بریم. از این جاده ما در جاده اصلی خود کٹ کنیم. دست راست بگیر درست میشه. دست راست نه اونو جاده دست راست میگه
قطع شد دوباره. اشکال نداره، حالا دور میزنیم از اینجا میریم، از اینجا میریم. بله دوستای نازنین، دیگه شما بیننده تصاویر ما باشین. دیگه بازم میگم که چینل قاسمی را لایک و سابسکرایب یادتان نره و بعد از این بتونم از بهترین جایه ها، از بهترین شهرها برای شما ویدیو بذاریم که و با شما عزیزان شریک بسازیم که لذت بخش باشه، لذت ببرین دوستای نازنین. امام از اینجا دور بزنیم، توکل به خدا. برو امی امین یعنی میری برو دیگه رنج نمیدونم. اشتباه نرید. حالا خود در کل اشتباه موریم. انشالله خود درست بنامینه. باش بریم. از بالا باید، از بالای پل باید اون جاده رو میگرفت، اتوبان ما رفتیم. باید اتوبان رو میگرفتیم. از بالا ما رفتیم، باز پایین نمدیم در همین ماره دیگه یک جام شد. ما را توکل به خدا دیگه. بالاخره رقم پیدا میکنیم، چاره چی. انسان کتی شد خدا. همین نه؟ درست شد. درست شد انشالله. خیر. انشالله که درست میشه، پیدا میشه، جای گم نمیشه. منطقه دیگه یک مقدار پایتخت دوستان ساختمانایش بسیار خیلی زیباست، ولی آب داره بسیار تیز مونه ماشینا اگه یواش نره بسیار آب زیاد شده، برفا داره آب میشه. بله دوستان نازنین، اینم دیگه از شهر پایتخت زیبای کشور فنلاند. یواش یواش بریم که دوستان تصاویر رو ببینه. دوستان اینجا سفارت ها، اینجا پایتخت ها، اینجا کل سفارت های کشورها تقریبا همینجاست. همه‌شون جمع دیگه. آره همه‌شون جمع دیگه. اینجا همه سفارت های کشورها دیگه همینجاست. بسیار جای زیباست. سفارت البته سفارت ایران اینجا نیست، سفارت ایران یک مقدار دورتر است، ولی سفارت امریکا و سفارت آلمان و یک کشور اروپایی همینجاست. سفارت ها کلا همینجاست دوستای نازنین. تصاویرم نشون میدیدم این ساختمانات. اینجا کلا سفارت ها قرار گرفته دیگه، بجز سفارت ایران. سفارت ایران یک جای دورتر است. اینم دریای این برش دیگه. اینم که پول هواییه دیگه. بیننده تصاویر باشه دوستان نشان بدیم جلو رو دیگه. باز دوستان دیگه نظرات خود دیگه خودشان میگن که چجوری هستن یا نیستن. البته اگر کم کسری ما میگم با عرض پوزش از دوستا، چون ویدیوی ما تازه، اولین ویدیویی که ما با صحبت و با تصویر میذاریم که بعد از این انشالله هر روزی در خدمت دوستا هستیم از جاهای مختلف، از بهترین جایه ها، از کشور سویدن، نروژ، دانمارک، همه کشورها با عزیزان از این به بعد خواهیم شیر کرد که دوستا لذت ببره کشورهای اروپایی رو ببینه و از قانونایش هم با شما صحبت میکنیم دیگه. بسیار قانون خوبی داره، به شرط قانون رعایت کنی. اگر رعایت نکنی بسیار قانونایش سختگیر هم هست، سختگیرتر از آسیا. اگر بی قانونی کنی سختگیرتر از آسیا هستن، ولی اگر با قانون باشی کس باید کارج نداره. شب و روز که بیگردی تو جاده باشی، تو خیابان باشی، هیچ کس تا پلیس هم که ببینه کمکت میکنه دیگه. دوستان نازنین اینم ساختمانایش بسیار یک شهر زیبای، واقعا یک شهر ترتمیزه دیگه. امروز اولین ویدیو رو که خواستم بذاریم با شما شریک بسازیم دوستان نازنین از کشور فنلاند، چون خودم در اینجا زندگی میکنیم. اینجا گفتم با دوستا شریک بسازیم و بعد از این انشالله ویدیوهای خوبی از کشورهای مختلفی
از همه جاهای با شما عزیزان شریک خواهیم ساخت. اینم که دریا هست، اینم که خانه هایش هست دیگه دوستای نازنین. الان هم میریم سمت کشتی که کشتی ایستگاه های کشتی در پایتخت قرار گرفته. البته چند ایستگاه دارن، یک ایستگاه در ترکو هست، اونم بسیار شهر کلانه، ولی اینم که ایستگاه پایتخت است. اینم خیلی جاها میره از اینجا، راه های دور از اینجا میره، کشتی هایش خیلی بزرگ است و کشتی های ترتمیز هم هست واقعا، اتاقای لوکس دارن. اینم که دریای ما کم کم نزدیکی کشتی میشیم دیگه دوستای نازنین. کم کم همطور که صحبت کردیم با شما، کم کم نزدیک ایستگاه کشتی میشیم دیگه. انشالله که موردی پسند شما عزیزان و شما عزیزان هم نظریاتتون کم کسری که ما گفتم البته کم کسری دارم، چون ویدیو اولین ویدیوی ما هستن. بعد از این انشالله ویدیوها درست میشن دیگه. کم کسری شما ببخشین چون اولی ویدیو هست و بعد از این انشالله ویدیوهای خوبی مورد پسند شما عزیزان خواهیم گذاشت. و لایک و سابسکرایب یادتون نره، قاسمی رو چینل قاسمی رو حمایت کنید که تا ما بتونیم با شما عزیزان از هر جاهای بهترین جاها ویدیو بذاریم که لذتش ببریم دیگه. نه این از کوه و دشت و صحرا، ما از کلن از شهرها میذاریم و از قانونایش از شهرها میذاریم که از قانونایش با شما صحبت میکنیم که لذت ببریم. کلن هم اگر ویدیوهای ما از شهرهای اروپایی خواهم بود بعد از این انشاءالله دیگه. دوستای نازنینم دیگه یواش یواش بغل دریا میشیم سمت کشتی دیگه. اینم کشتی های کوچولو هست اینجا دیگه. نزدیک میشیم و جاهای باید ما این خط بگیریم که یا می خط همین خط باید همین خط بگیریم. اینم که به اصطلاح چیز از اینای کلیسایشه. اینم دوستای نازنین اینم در پایتخت هلسینکی است. البته این زیاد بزرگ نیست و بزرگترین کلیسایشی در شهر خود دست راست خورده پایین تر هست. دست راست همین بر پشت از ساختمان خانه رئیس جمهور دیگه. آره اینجا خانه رئیس جمهور هم اینجاست. اینم کلیسایش هست. انشالله ویدیوی بعدی مریم از پیش خانه رئیس جمهور. انشالله ویدیوی بعدی قول میدیم که از خود خانه رئیس جمهور فنلند از دور برش مثلا دور برش اگر تونستم با همون بادگارداش هم خواهیم صحبت کرده. اینجا صحبت کردن با یک رئیس جمهور خیلی راحت، خیلی ساده هست. میتونی مثلا وقت بگیری با خود رئیس جمهور صحبت کنی دیگه. اینم کشتی دوستای نازنین. اینمی خانه رئیس جمهور دیگه. اینمی خانه رئیس جمهور پشت خانهش خلاصه. پشت خانهش دوستای نازنین. جلو خانهش دیگه رو به دریایه. بله. دیگه اینمی خود خانه رئیس جمهوره. ما اشتباه نرفتیم؟ نه تقریبا 3 طبقه. ما از این طرف حیاتشه. فکر کنم این بار جی پی اس هم اینطوری موقع دیگه نمیدونم. جی پی اس هم خیلی دوستان نازنین، چون ما قرار بودم کشتی بریم، اگر نه خانه رئیس جمهور هم به شما شریک میساختیم. ما فعلا فقط از یک بغلش رد شدیم دیگه. زمان کم داریم دیگه، باید در کشتی برسیم انشالله که در ویدیوی بعدی همینطوری قول دادم با شما از خود خانه رئیس جمهور نشان میدیم. آیا شما نگاه کنید خانه یک رئیس جمهور یک کشور پیشرفته چجوری مثلا بادگاه داره و دیوارای حیاتش چجوری هست. اینم کشتی هم استاده. این چه؟ آره. نه بعدیش دیگه خانم شما چه سلام علیکم ننید با دوستان. ما که انشالله سریع بعد دیگه کلن دیگه سلام دوستان عزیز،
سلام برسه دیگه امروز که چون گوشی نزدیکمه. انشالله که جور صحتمند باشین. دیگه ما هم که یک سفر کوتاه پیش روی داریم، در حالی رفتن به کشتی ویکینگ لاین نزدیک ترمینالیم. اینم که خود کشتیه دیگه به خیر رسیدیم. دست آقای قاسمی درد نکنه. نگاه آقای قاسمی کشتی هم استاده. کشتی خو استاده باید کشتی البته ساعت 5 حرکت منه. آره اینم دفترش ویکینگ لاین. زودتر باید این پول باید این ترمینال دیگه باید ما برم. آره اینم کشتی نشان بدی. اینم کشتی است. اینم کشتی مایه که بخیر اینو باید بریم بسیار سویدن استکهلم. فردا ساعت 10 دیگه بخیر میرسیم استکهلم. انشالله که به زودی برگردم. یا دوستا هستیم دیگه همه از این به بعد با شما. بسیار جای خوب بود. در چیز برم در پارکینگ اینجاست. آره چیزش از اینجاست. یادروش از اینجاست. از اینجا باید بریم. دفعه جلوی ما اینجا بودیم دیگه. آره نمی‌دونم هیچ تاکسی گرفتیم. دیگه این دفعه با ماشین خودمون. دفعه جلویی ما البته ماشین نبود، با تاکسی اومدیم. این دفعه با ماشین خودمون اومدیم. دیگه دوستارم الان ما تصاویر نشان میدیم و اونم اگه میشه تو چیز بیدی من ما بریم یک دوستار نشان بدیم. اینا بذار دوستای نازنین. اینم که همون دریا و اینم که استگاه شب. البته کسایی که پیاده از اینجا میره با ماشین از اون برتر میره داخل کشتی با ماشین. خوب دیگه کشتیم که استاده است. ما از دوربر کشتیم. بذار ما برم اگر تونستم نزدیکتر بریم که کشتی را خب مشخص به شما نشان بدیم. شما دوستای نازنین و اینم دوستای نازنین، این کشتی که گفتیم از چیز حرکت میکنه، از پایتخت استکهلم حرکت میکنه به سمت کشور سویدن. البته قبلا هم گفتیم دوباره تکرار میشه حرف من، چون این میره 18 ساعت تو مسیر دریا هست. راهش یک جزیره هست اون که به یک کشور خود حساب میشه. کشور مستقل هست. البته کشور غیر مستقل نیست، کشور مستقل هست. 3-4 هزار جمعیت داره وسط دریای فنلند و کشور سویدن قرار گرفته. دیگه جزیره ایه. البته جنس میسم اونجا خیلی ارزانه، مردم میره از اونجا جنس میسم. البته 2 تا کشتی است دوستان. یک کشتیش میره سمت فکر کنم سمت آلمان اینجا میره. اون کشتی که دورتر میبینید این کشتی میره سمت کشور سویدن. از این پل هوایی اینم رد میشه، از اون روی پل هوایی میره تا سمت تا برسه اونجا و کشتی میرسه و کشتی دیگه. البته راهش هم طولانیه، مسیرش هم طولانیه. این تیرلیا کلا منتظر هست که در کشتی باز بشه و بره داخل کشتی. دیگه ماشینای کوچیک هم از زمین برمیرن. با کسی که با ماشین میاد با ماشین میره، با ماشین میره داخل او چیز ترمینال. کسی که مثلا پیاده میاد، ما البته خانوم میره دیگه. ما با ماشین خودم نمیریم. با ماشین که میریم همیشه از اینجا میام با ماشین پشت تریلیا میریم داخل کشتی. دوستای نازنین اینم کشور پایتخت کشور زیبای فنلند دیگه. بازم ناگفته نماند عزیزان دل که چینل قاسمی را حمایت کنید، سابسکرایب کنید تا بتونم بهترین ویدیوها از هر کشور اروپایی برای شما دوستا شریک بسازیم که تا لذت ببریم.
دیگه البته ما کلا تصمیمم ویدیویی که ساختن ویدیویی که از کشورهای مختلف پایتخت و مثلا از جاهای مختلف از جاهای دیدنیشی از کشورهای سویدن و دانمارک و آلمان و نروژ و اینا برای شما عزیزان دیگه بعد از این در شریک خواهیم ساخت و که بتونین مثلا کشور زیبای اروپا را تماشا کنید و لذت ببرید و از قانونایش هم تا جایی که سر در میاریم و اگر جایی هم که سر در نیاوردیم از کسی جستجو میکنیم با شما عزیزان میگیم. ولی کشور فنلاند که خودم تقریبا 8 سال و نیمه که زندگی میکنیم از یک مقدار قانونایش سر در میاریم که با شما عزیزان گفتیم که کشور زیبای فنلاند واقعا یک کشور دیدنی هست. به اسم عروس اروپا شناخته میشه چون 103 سال میشه ساختش، از لحاظ ساختمان سازیش، از لحاظ جاده هایش، از لحاظ همه چیزش نوه دیگه. جاده هایش هم واقعا ترتمیز هست و از سویدن و نروژ و دانمارک جاده هایش خیلی بالاست، هم پهنتر است. همینه که جاده هایش نوه. جاده های سویدن خیلی باریک است، این ماشین که میره دو طرف تو مثلا نیم متر بیشتر باز جاهایش نمیمونه. ولی کشور فنلاند جاده هایش خیلی بزرگ هست دیگه. کشور فنلاند جاده هایش نوسازی هست و سال به سال جوری تعمیر میشه که دیگه هر سالی تعمیر میشه باز جاهایش، چون به خاطر سرما زیاد است جاده ها ترک میخوره کنده میشه دیگه به خاطر سرما. البته اینا بتونایش هم خیلی زحمتی قوی است دیگه، بازم ترک میخوره، سرما زیاد است ترک میخوره و کنده میشه. اینا هم تعمیر میکنه هر سال خیلی درست. و کسایی هم که پیاده میاد از اینجا میره داخل، این هم اسگاه ترمینالش اینجا نوشته اونجا ویکینگ لاین، کشتیش هم به اسم ویکینگ لاین است دیگه. دوستای نازنین اینم ترمینالش که اینجا پیاده شد. اینم که و ما هم که اینجا اومدیم در اینجا پارک کردیم چون دم اینجا حق نداریم اینجا چون جای تاکسی هست و ما همون پارکینگ پارک کردیم. اون ماشین سیاه مال مایه دیگه اونجا پارک کردیم. و دوستای نازنین دیگه نگفتن نمانه، بازم دیگه اگر ویدیو خوشتون اومد و ما را از کم کسریش ببخشیم چون ما این اولین ویدیویی که ما گذاشتیم، اولین ویدیو را که ما گذاشتیم به خاطر که صحبت کردیم و تصویر دادیم دیگه. بعد از این انشاءالله ویدیوهای ما خوب میشه و هم از لحاظ صحبت و هم از لحاظ تصاویر و از لحاظ همه چیز درست میشه. و چینل ما را سابسکرایب کنید، ما به حمایت شما عزیزان نیاز داریم و شما را به خداوند منان یکتا میسپاریم. شب و روز خوشی داشته باشید در کنار فامیل محترمتان و همیشه سربلند و سرافراز و موفق، شادکام، کامیاب، شادی در خانه هاتون فراوان باشد و بعدش هم ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید عزیزای دل و چینل ما را سابسکرایب کنید. خدا یار و نگهدارتان تا ویدیوی بعدی انشالله.